صحبتی ندارم در مورد امتحان، فقط میدونم که ایشالله پاس شم، ایشالله که خیره، هیچی دیگه نمیخوام. ولاگ کافه انقلاب. عده بابا ولاگ میگرفت نمیشد. هی بیا بوه، میخواستم همش با بوغ میذاشتم هر جا این داشت حرف میزد. سر ورودی 99 خاله نکنه منم نیست بابا نبودی به خدا. اینو این بری بذاری بالا بهتر میشه. ببخشید استعداد میخواد خوده ببین داشتم داد میزنم یه بار یه جاش که ستایدون گرفتینم. نه من جایی که گرفته بودم بوس میکنه خانه وسط هوا. با نسبت من هم وایسادم. یعنی اول کورس منم گوشتم نه صبونه کنم نه نهار. هستی بپرسیم چی میخورن؟ نه با بیان. نه با منطقه واقعا آمیزه منطقه دیگه. نه بابا بس بیان مال ما تمام شو بشین خوردن اینو نگاه کن. نه دیگه با درست کنه نمیان یعنی نه بس بیان. خب ما رفتیم کافه انقلاب. اینجا مثلا باز باشه آب و ویورره. وای پشما. تو اگه باز باشه آب به هیچ وقت آب. آره ما نمیدونم شکوفیه ولی هر شاید فکر کنم همینجاست که باقری من واقعا داونفال آف طاغوت اینجا. بعد آره ما رفتیم کافه انقلاب املت زدیم با چای نبات. خوشمزه بود. چند گفته خودی؟ اما سوسون اینه آخه تو که تو خوابگاه دیگه استغفرالله ولش کن. نه میدونم بیادب نمیشم. تو که دیگه تو خوابگاه همش داری میخوری حالا اینم روش. اون من همه این ساله بوده این هم مگه همین بابا تو تشتی که لباس میشورن شیکه بر خانمه. مثلا شما حالا من میخوام اینجوری بگم شما میخوای بری حرف بزنی نباید بگی میخوام بندازم خارج بازی. باید بگی پزشکی ها امتحان رو انداختن بعد ما میخوام بندازیم بعد نباید اسم خارج بازی. ما تربیت خانوادگی اینجا اجازه نمیدیم. درست خارج بازی. نه میدونم چی میاد خونه خودتو کثیف نکن. ما الان داریم میریم آرایشگاه هم ابروامونو تمیز کنیم هم من جلوی ماما میخوام کوتاه کنم چون دیگه خیلی بلند و غیر قابل کنترل شده و بهت گفتم ابرو شده 100 تومن. بله خدا نکنه با 100 تومن الان 200 تومن واسه یه چوسه مو میگیره ولی خب حالا خاله من وقتی میره مو کوتاه کنه میگه خب مثلا 200 تومن تا تهشو کوتاه ها جا که جا داره جدی خودم فکر کردم گفتم زور داره واسه یه ذره خب حالا اشاره کمتر بگه. بعد دیگه همین توی آرایشگاه هم اگه گفت براشینگ مراشینگ نه یعنی نه باشه فیکس. اینجا هم نمیدونم کجاست ولی چقدر گوگلیه. سازمان فرهنگی شهرداری. خوشم آمد. ما آمدیم آرایشگاه. حس میکنم شدم مثل این دختر بدای فیلم سینمای ایرانی ها.
نه اونو یه نشدم شال میندازن دوره گردن چون مغنه هم حجاب کامل رعایت می‌کنن. ولی باحال شد خوش آمد واسه سیامک هم فرستادم عکسمو اگه اونم بهم نرینه یعنی با عکس گرفتم الان از خودم چطور نشه عکس گرفتم خوش چه بوز می‌کنی الان همین به خدا خیلی اینجا خیلی خوشگله دونه چهارباغ پریمتر وقتی میگم متروهای اصفهان خوشگل و تمیزه منظورم یه همچین چیزیه